وای این برنج رو ببین، مثل اینکه خیلی داره خوب رشد میکنه. صبر کن ببینم این علف هرز کوچولو دیگه از کجا پیدا شد؟ چشاتو باز کن و با دقت به برنج نگاه کن. اون یارو که اونجاست یه علف هرز قلابیه. به حرفش گوش نکن. منو نگاه کن ببین چقدر خوشگل و قد بلندم. اما اونو نگاه کن، ریز و لاغره. فقط هم داره اینجا راجبه همه بد میگه. شما دوتا خیلی شبیه همدیگه هستین. من حتی نمیتونم تفاوت شما رو تشخیص بدم. این پایین رو نگاه کن. برنج واقعی زبانه، برگ کوچیکی داره، اما علف‌های هرز صاف هستن. اینایی که گفتی همش مزخرفه. تو داری حسودی میکنی که قد من بلندتره. تازه اینم بگم، ذخایر برنج مسطح هستش، اما علف‌های هرز گرد و ضخیم هستند. وقتی چیزی رو نمیدونی الکی راجبش نظر نده. واضح‌ترین نشونه یک خط سفید در وسط علف هرز هستش که به آسونی قابل تشخیصه. چطور ممکنه که اینقدر شبیه برنج باشه؟ علف‌های هرز وانمود میکنن که شبیه برنج هستن تا بتونن داخل مزرعه مفت بخورن و بخوابن.